سلام بچه ها، من حسن مستر گیمر هستم و خوش اومدید به گیم پلی ماینکرافتی ما. بچه ها این گیم پلی ماینکرافتی آپدیت گیم پلی قبلی نشون میده که دیدید. اون مال 2025 بود، الان مال 2026 و ببینید چه فرقی کرده. بچه ها فکر کنید توی یک سال چه فرقی کرد. اینجا فکر کن اینجا چقدر چیز میز بود، الان کامپیوتر اومده، تکنولوژی بالا آورده. بعد اسپیکر گنده تر و اسپیکری که به دیوار میچسبه. این هم که از تیره اسلحه ها من اسلحه کلت هم خیلی باحاله. نگاه استش میکنم و همچنین اسلحه های دیگه. حالا حوصله ندارم براتون بیارم. و لپتاپ هم اینجا همراه خودم دارم، 64 تا آوردن و یه بار مصرف هم هستن. وقتی یه جا میذاری دیگه نمیتونی برداری. اینم که مردی که پیتزا درست میکنه. البته ما شعبه ماه این پیتزا ما درست کردیم توی همبرگر فروشی هستم مثل گیمر. و اینجا هم پیانه که قبل داشتیم، این قسمت قبل، اینم تفنگا رو درست میکنه و این هم رخت خواب جدید هم که میتونیم روش بشینیم. خب حالا میریم پایین رو ببینیم. پایین با فکرشون چایی به همراهی یه تلویزیون دیدم و اینجا هم یک کشومت اینجا بشینید قهوه بخورید با دوستتون و تلویزیون هم تماشا کنید. و دیگه بذارین چیزی دیگه هم نشون میدم. اینا که توی پارت قبلی بود، این کتابا، این کره زمین که من دارم، سلاشکال، پرده. حالا بذارید پرده هم پایینم پرده داره و این صداهایی که میشنوید صدای پنکه که یه آدم پنکه میشن که وقتی کلتون بهش میخوره کلتون پنکه میشه. شوخی کردم بابا. این پرده که باز میشه بسته میشه. حالا اینم قهوه سازه، بهتون قهوه میده و شما میذارید و نمیتونید بخورید، فقط گاز میزنید. شیشهشو گاز میزنید میندازید سلاش. اول خودشو میخورید، بعد شیشهش هم میخورید، بعد آخرش یه باگیلو هم میزنید. و این آبه، میتونید بذارید دوباره آب بخورید. نمیدونم چیزی کار میکنه، فقط شیشهش خوردم. هرچی آبم بود رفت دهنش تقریبا. خب این آبم بود، اینم کافه و این دکوریه و اینم همینطور. اجاق گاز و یخچال اینا همه دکوریه بجز این چیزایی که خودتونم میدونید که رفتین و دودکش و اینها. اینم پنجره با کلاس خونه مایه و اینم داره که قفله. بچه خیلی امنه و با نوکیایی که دست من کار میکنه. اونجوری نیست مثل ماینکرافتی که با دکمه میزدی در قفل باز میشد. خیلی مسخره بود، واقعا مسخره بود. اینو نگاه کنید، دارم هیچ کسی که نمیتونه بازش کنه. بذارید باک خورده بود، درش بسته بود. و اینم از خونگی ما. فرقشو ببینید، بسنجید. و اینجا هم نوشتم مثل گیمر به من معروفه. و اینجا پنجره روزشم، اینجا چی پرده. نظرتون چیه اینجا پرده سفید بذارم؟ نظرم بهتر نیست؟ بهتره پرده سفید. بعد خب بعدش یه چیزی هست که باید بهتون نشون بدم و دیگه خدافظی هم باید بعدش پرده پیرمرده پشت پرده دیگه. خب اینم خوبه رنگش. این سفیده؟ نه اگه سفید بود نوشته بود با وایت. خیلی خوبه، بازم رنگ خوبی بود. ولش رنگی تقریبا خیلی سفید یه چیز بینش. خب اینو بگین و بهتر نیست از بیرون بذارم. اگه از پشت بذارم چون تقریبا نوشته بود گرای، میشه
پرده گرار میشه خاکستری دیگه، درسته؟ خب چرا پرده نیست؟ وات؟ پرده هم یانا نوشته بود گرای. عاشق رنگ گرای خیلی سریع اصلا سیلور کن شد آقایی. پرده کجاست؟ این صندلیه که دنبالش بگشتم. نه بیخیالش. پرده رو پیدا میکنیم و میذاریم توی خونه. البته دکور خونه من بهتون نشون بدم. بذارید حالا اونو ولش کن، بعدا بهش رسیدگی میکنم. اینا هم چراغه و از این نمیدونم اسمش چیه، بیخیالش، ولی خیلی قشنگ شده. اینا فواره های آبه. فواره کن دیگه. احتمالا خوابش برده، فواره نمیکنه. چرا آروم شد؟ همه چی به هم ریخت. بیخیالش. بذاری پارکینگ هم بهتونش میدم. اینجا من ماشینای جدید گذاشتم برای کسی که میخواد شغلش رو انتخاب کنه. این تلفنی که میتونه در رو باز کنه. گات ماشین این اصلا بیشتر بشه. این درم باز میشه. باید باید از اینجا برین و سوار ماشین بشین و در باز کنیم بیان و تقریبا همه چی ببینیم. البته اگه وقتای دیگه بیاین این فواره کار میکنه. بذاریم ببینم مشکلی برش پیش نیومده. مشکل فنی داریم، بعدا بهش رسیدگی میکنیم و گوشی دیگه بر روی سرمون میتابه. خیلی قشنگه. خب میخواستیم پرده سازی کنیم. بچه یه خوبی که خونه من داره اینه که اول بذارید من بخصوصش کنم. پرده رو که میندازم سل و آشغال همیشه. باید دستشوی من بهتون نشون بدم، یادم رفت. این دستشوی آواز کنیم ارتقا یافته، ولی متاسفانه در مدت خیلی کم آب باز میشه و میتونید دستتون رو با دستمال کاغذی پاک کنید. و اینجا هم که توالت فرنگیه، میشینید روش تخلیه میکنید و میشینید. اینجا هم که حمومه، اینطور که به نظر میاد. اینجا هم حمومه، دوش میگیرید میاد بیرون به همین راحتی. و اینجا هم که بعدا بهتون میگم در پارت های بعدی بهش فکر نکنید. ما بیرون بسم میریم بالا. اینجا که گلدونه نشکنه یه وقت نکنمش. خب دیگه تقریبا همینه، فقط یه طبقه بالا داره. این آینه. خب بریم بالا که بالاتر. میخوام هلیکوپتر رو بهتون نشون بدم. هلیکوپتر واقعیه ها. اگه نرکی اینا مثلا مدل دیگه هم هست. اینجا هم که دودکشه دیگه، همونطوری مشخصه. اینجا هم که پنکشه. البته از تو لوله هم میتونیم بیایم. در بارش صحبت کنم، به حال ربطی به همون دری که قفل بود داره. یعنی اگه از من دزدی کنید میندازمتون تو همون در قفل. و اینم که جمعه فقط بهتون نشون میدم، ندزدین از من ها. البته میدونم که نمیتونین ها، ولی خب جاش امنه. و درر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 rرrr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 
تایم مشخصه. وای وای زودتر اومدم بیرون. گیرم انداخت. بابا من که اومدم بیرون. خب حالا من میزنم در باز کنم خودم سر بود. خب باز شد دیگه. عجله دارم من. ندوزید یه وقت باز از اینجا بپریده. البته اینجوری که میمیرید بذارید برگردم. یه وقت از من دزدی نکنید بعد بپرید مثل جکشونا بپرید اینجا، بعد از اینجا بپرید درخت که زیاد صدمه نبینید، بعد اینجوری بیاید پایین بعد فرار کنید.
میدونی عاقبتش چیه؟ عاقبت کسی که این کار میکنه شما اصلا فرض کنید شما همونی هستید که اون به اصطلاح اون گنج منو دزدیدید و من وقتی که بفهمم میدونی که چی میشه دیگه و من شما رو اگه بدزدید از من بذارید من از شارژ بکنمش. اگه از من بدزدید شما چرا خنگید؟ چرا میای سمت خونه من؟ خوبه چیکار میکنی؟ از خونه من خوشت اومده؟ چرا از خونه من خوشتون میاد؟ به حال مجبورتون میکنم که منو سابسکرایب کنید. کجا میری؟ مجبورتون میکنم که منو سابسکرایب کنید وگرنه میمیرید. چون گنج من گنجم از تو جیبتون برمیدارم و با خیال خوش میرم. حالا بهتون میگم چجوری دزدی میشه کرد. احتمالا اون روش رو میخواد لوپین امتحان میکنه. خب من در باز میکنم میرم داخل خونه و این دیگه چیه؟ این اسخره خداحافظ. خب حالا من که دستشویی بودی خیالش بعدا توضیح میدم دارم میاد. خب تلویزیون هم که نگاه کردیم. البته یه چیزی بهتون بگم که دیگه بریم. خداحافظی کن باشه. تا خونم میزنم به شارژ. این گوشی که هم که دستم میزنم به شارژ. خوبه. حالا بچه من برای خودم بانک ریختم. اینا پولامو نگاه. اینا همش امرالد ها. این باش چیزی بخرید. تکنولوژی رفته بالا دیگه لازم نیست از ویلیجر چیزی بخرید. میتونید بجاش از تو گوشی سفارش بدید. همه اینه که میبینید میتونید بخرید با اون پولایی که من داشتم. مثلا من چشم اندرمن میخرم. خب پول میدم چشم اندرمن میخرم. بعد اینجا ظاهر میشم. اینجا هم که کجاست؟ من رفتم تو صف و بدبخت میشم و مجبورم بلاکو بکنم. ای خدا خونم خراب بازم باید بکنم. ای خدا عجب غلطی کردم. اینجا هم خوبه اصلا هم خوب است. حالا من باید مجبور شدم که اینا رو بذارم. سینه ندارم خونم درست کنم. من باید برم. این بریک سلام بریک درسته. بریک خونه عباس. سلام با مزید نبود. ای خدا این چرا فراموش کردم باز اینو. کرمیه. البته کرمی هم نیست. حالا رنگی که خودتون اسمشو بذارید. کجاست؟ رنگشو داریم؟ داداش چرا؟ خیلی عجیبه. حالا بذار برم پایین دنبالش باید بگردم تو گاف صندوق. من کمک های اولیه کمک های دومیه کمک های سومیه کمک های چهارمیه. خب تقریبا کمک های پنجمیه. آره کمک های پنجمیه. نکنه شیشمی است. شیشمی هم داریم. بذار ببینم کمک های شیشمیه. هنگ کرده چون نمیده. اینا بالاخره اسمش بریکس بود چرا نمیذاش پس. ای خدا بذار چرا نمیاری خوازه چی. بیا پایین. آره خودشه. خب حالا بندازیم تو کمک های اولیه. من میذاریم تو کمک های اولیه. خب
دیگه تمامه. الان میرم بالا دیگه، از اون منم از استفاده نمی کنم لعنتی. بچه نظرتون چیه لاوا چیکن رو گوش بدیم بعدش بریم آهنگ لاوا چیکن. بعضی محبوب این آهنگن، بذارم بعد برقصیم و تم کنیم. حالا که بحث چیکن شد یه چیکن هم سفارش میدم. ای بابا چیکن ندارم که، خیلی چیزایی کم دارم. چیزای بالی نمی مختصن اینا. چیکن بخرم، نظرتون چیه؟ چند تا بخرم؟ دوتا؟ این چیه؟ بی خیالش چیکن هم میخورم، آشغالش هم میندازم سلاش کنم. من 2 تا خریدم 3 تا 4 تا میخورم. یکی بخر 3 تا ببر. برم خب دیگه اینم بذاریم سر جاش. یکم اشغال کردیم، پارتی کردیم، تموم شد. من بشینم فکر کنم. حالا بچه خدافظ، ایشالله خوابای خوبی ببینین اگه شبه، اگرم صبح بخیر، اگرم ظهر شما بخیر و ایشالله خوش بگذره. لایک و فالو یادتون نره و اگه لایک و فالو نکردید اشکال نداره، فقط اگه کسی تیرتون زد نگید کار کی بوده. تیرم خالی کردم که خودش پر شد دیگه، میدونی که بی نهایته. من اگه بزنم اینو نگاه کنم اسنایپ، اگه با اسنایپ هم حال کردی کامنت هم بذار. نکن چه خفنه. اگه با اسنایپ هم حال کردی کامنت هم بذار. کامنت البته اسنایپ رو بذار. و ایشالله که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و با یه ویدیو ماینکرافتی دیگر خدا نگهدارتون باشه.